سلام به جویندگان حقیقت، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال معجزه خدا. این روزا فضای مجازی رو که باز میکنی پر شده از صدای فریاد، صدای ناله و ورشکستگی. همه این آدما میگن که درآمدشون صفر شده یا بخش قابل توجهی از درآمدشون کم شده. گاهی بعضیا میگن که تا 90-80% درآمدشون کم شده. همشون میگن که پایان دوران یوتیوب فرا رسیده. من چند روز سکوت کردم، صبر کردم، نه اینکه ندونم که داخل این فضا چه خبره. صبر کردم تا گرد و خاک ترس بخوابه، چون داخل طوفان هیچ کسی نمیتونه حقیقت رو ببینه و همه افراد دنبال شایعات هستن و متاسفانه یک سری افراد هم از این شایعات استفاده میکنن و با روح و روان مردم بازی میکنن. امروز نیومدم که براتون حدس بزنم، نیومدم بهتون بگم که شاید اینطور باشه. امروز نیت کردم، دروازه ها رو باز کردم و اون چیزی رو که دیدم جای هیچ شکی برای من باقی نذاشت. حقیقتی که امروز روی این میز میخوام براتون آشکار بکنم حکم کائنات هست. اگر جرأت روبرو شدن با واقعیت رو داری، بمون، اصلا کلیپ رو رد نکن و تا آخر حتما اون رو نگاه بکن، چون امروز قراره که نقاب خیلی ها رو براتون بردارم. اما قبل از اینکه بخوام شروع بکنم یه قانون رو میخوام بهت یادآوری بکنم. توی دنیای انرژی ما چیزی به عنوان رایگان نداریم. این آگاهی که امروز برای شما جاری میشه بها داره. بهای این جلسه هم لایک کردن توه. لایک تو فقط یه دکمه نیست، امضای تو هست که یعنی من آماده شنیدن حقیقت هستم. پس همین الان انرژی تو با من همسو بکن، انرژی تو با من یکی بکن و این ویدیو رو حتما لایک بکن. و اگه هنوز هم به قبیله ما نپیوستی، دکمه سابسکرایب رو بزن، چون داخل طوفانی که در راهه فقط کسایی میتونن زنده بمونن و مسیرشون رو گم نکنن که قطب نما داشته باشن. خب تمرکز کنید، میخوایم وارد لایه هایی بشیم که چشم عادی نمیتونه اونا رو ببینه. نیت من این هست که آیا این سر و صداهایی که بلند شده واقعیت داره یا یه نقشه پنهانی هست که میخواد در واقع از مردم سوء استفاده بکنه و اونهایی که میخوان تازه وارد این مسیر بشن رو دل سرد بکنه. اگر نیتتون رو کردید با من همسو بشید، ببینیم که کارت ها چه چیزی رو برای شما مشخص میکنه. کارت اول رو میکشم. به این کارت نگاه بکنید. انرژی این کارت داد میزنه که توهم وجود داره. این تصویر به وضوح نشون میده که چشمای شما داره اشتباه میبینه. فضای مه آلودی که توی سایه این اتفاق کوچیک افتاده شبیه به یه دیو خطرناک نمایش داده شده. در واقع این کارت حکم اول ما هست. عددی که شما الان معمولا توی این فضا میشنوید 80-90% و بعضی جاها گفتن که به صورت کلی از بین رفته درآمدشون یه عدد واقعی نیست، یه کد روانی هست که در واقع توی این فضا به وجود اومده. این مه غلیظ در واقع به نوعی عمدن ایجاد شده تا شما جلوی پای خودتون رو نتونید ببینید. اما کارت دوم رو بکشیم ببینیم که چه چیزی رو نشون میده. این کارت رو ببینید. این کارت دزدی نیست. این کارت یه انرژی سیاستی پشتش هست، یه مانور استراتژیک. این تصویر نشون میده که کسایی که دارن داد میزنن در واقع دارن آهسته آهسته از در پشتی خارج میشن. اینا فرار نمیکنن، دارن یه جورایی تغییر موضع میدن، دارن منابع رو از یک زمینی به زمین دیگه منتقل میکنن. این کارت داره گواهی میده که یه نقشه فرار هوشمندانه این وسط وجود داره. اما بریم کارت سوم ببینیم که کارت سوم چی نشون میده. این کارت سنگین ترین انرژی روی میز هستش. بوی پول میده، بوی قراردادهای وسوسه انگیز میده. این کارت یعنی زنجیرهای مادی. این به من میگه که پشت اون اشک‌ها، پشت این داد و فریادهایی که به راه افتاده، یه نیروی قدرتمند مالی
داره این مهره ها رو تکون میده. انگیزه توی این لحظه بقا نیست، طمعه. و اما بریم کارت چهارم و کارت آخر که ببینیم که مهر تاییدش رو به ما میده یا نه. این کارت میگه همه چیز یه نمایشه، یه دست حواس شما رو داره پرت میکنه تا دست دیگه کارش رو انجام بده. ترکیب این 4 تا انرژی به من میگه که ما با یه ورشکستگی روبرو نیستیم، با یه بحران مالی روبرو نیستیم، ما با یه مهندسی افکار عمومی روبرو هستیم. در واقع انرژی این 4 کارت داره به ما میگه که شما نباید گول حرفای افراد داخل فضای مجازی رو بخورید. بله امکان داره که مقداری از درآمد این افراد کم شده باشه، اما دلیل بر این نمیشه که به صورت کلی بیان بگن که این فضا دیگه مرده. و تنها چیزی که مشخص هست و به یقین میشه بهش استناد کرد اینه که این درآمد مقداری کاهش پیدا کرده، اما اونطوری که بیانش میکنن نیست. حالا میخوام 4 تا حوزه رو داخل این پلتفرم براتون به صورت جداگانه بررسی بکنم، چون عدالت حکم میکنه که همه رو به یه چشم نگاه نکنیم. من انرژی هر گروه رو به صورت جداگانه براتون بررسی میکنم، ببینیم که انرژی هر گروه به چه صورتی هست. گروه اول حوزه سرگرمی و در واقع حوزه گیم و استریم هست، کسایی که توی فضای گیم کار میکنن. برای این گروه ببینیم که این کاهش درآمد به چه صورتی هست. خب پرصداترین گروه گیمرها هستش. این کارت ضربه رو نشون میده. بله فشار روی این گروه زیاد هست، انکار نمیشه کرد این رو. اما چیزی که خیلی مهم هست حرکت داخل این تصویر هستش که میتونید اون رو به وضوح ببینید. ایستایی وجود نداره، در واقع استوپی وجود نداره. این یعنی این گروه راهش رو پیدا میکنه. این کارت میگه درآمد کم شده اما مسیرهای جدید در واقع براتون باز هست، یعنی مسیرهای مستقیم شاید براتون درآمدش کم شده باشه اما مسیرهای غیر مستقیم هنوز باز هست و میتونید از اون مسیرها درآمدتون رو مجدد افزایش بدید. در واقع کسایی که داخل این حوزه دارن کار میکنن، این کارت داره بهشون میگه که شما نمیمیرید، شما از بین نمیرید، فقط قراره که پوست بندازید و بعد از پوست اندازی مطمئن باشید که درآمد شما مجدد افزایش پیدا میکنه. خب بریم برای گروه دوم، کسایی که توی حوزه آموزش دارن فعالیت میکنن، یه چیز تخصصی رو دارن آموزش میدن. حالا میتونه حوزه خود یوتیوب باشه، میتونه فضاهای دیگه باشه، ولی به صورت کلی در فضای آموزشی دارن کار میکنن. ببینیم که چه کارتی براشون مشخص میشه. عجب کارتی برای شما افتاد. ببینید چه ثباتی برای شما مشخص شده. این کارت یعنی بنای محکم، یعنی کسی که روی سنگ خونه ساخته. کائنات داره بهت تضمین میکنه کسایی که ارزش و علم رو ارائه میدن جاشون امنه. این نوسان برای شما فقط مثل یه نسیم گذرا هست. شما ستونهای این پلتفرم هستید و تکون اصلا نمیخورید، پس اصلا نگران نباشید. خب بریم برای گروه سوم، حوزه ولاگ و کسایی که لایف استایل کار میکنن، کسایی که ولاگ کار میکنن. ببینیم که برای این افراد انرژی کائنات چه چیزی رو مشخص میکنه. متاسفانه انرژی خطر حس میشه. این کارت ریزش هست. هشدار هست برای کسایی که محتوای در واقع پوچ و بی ارزش دارن تولید میکنن. این کارت میگه دوران شوآف داره تموم میشه. اگر محتوات عمق نداره، این موجی که به راه افتاده تو رو با خودش میبره. این یه تصفیه حساب در واقع کارمایی هستش که برای شما اتفاق افتاده. پس کسایی که داخل این حوزه کار میکنن سعی بکنن که محتواشون رو ارزشمندتر بکنن تا از این تصفیه حساب کارمایی بتونن جون سالم به در ببرن. خب بریم کارت چهارم رو بکشیم برای کسایی که توی حوزه متافیزیک و آگاهی کار میکنن، مثل کسایی که توی حوزه
در واقع من هستم، کسایی که با انرژی مثبت و کائنات کار میکنن. ببینیم که کارتی که برای ما مشخص میشه چه چیزی هست. به این کارت نگاه کنید. اصلا کاری به دنیای ماده، عدد و رقم نداره. این کارت در اوج آرامش نشسته و داره اسرار رو برای خودش میخونه. بذارید خیالتون رو راحت بکنم. قانونهای الگوریتم زورشون به قانونهای روح و کارمان نمیرسه. این کارت داره داد میزنه که الان زمان پادشاهی ما هستش. وقتی که مردم از تکنولوژی ناامید میشن، به ماورا پناه میارن، به کارما پناه میارن، به کائنات پناه میارن. جایگاه ما نه تنها که لرزان نیست، بلکه محکمتر از همیشه هست. البته یه نکته مهمی رو باید بهتون بگم. اینها انرژی های کلی بودن که مشاهده کردم، اما هر کدوم از شما یه اثر انگشت کیهانی دارید. برای کسایی که میخوان از صف جمعیت جدا بشن و نقشه راه شخصی خودشون رو ببینن، در واقع میتونن از مشاوره اختصاصی من استفاده بکنن. یه فال ساده نیست، یه جراحی انرژی هست که تمام جوانب زندگیتون رو بررسی میکنم و بهتون بهترین مسیر رو پیشنهاد میدم. اگه حس میکنی که وقتش رسیده که حقیقت زندگیت رو بدون واسطه بدونی، میتونی از طریق واتساپ یا تلگرام اقدام بکنی و در واقع به من پیام بدی تا زمان مشاوره رو بهت بدم. خب حالا نوبت تو هست. 3 تا کارت میخوام برات مشخص بکنم. از بین این 3 تا کارت خودت یکی رو انتخاب بکن. بعد من دونه به دونه این 3 تا کارت رو تفسیر میکنم، ببینیم که برای شما چه چیزی مشخص میشه. نیت بکنید عزیزان، ببینیم که این کارت چه چیزی رو برای شما مشخص میکنه. اگه کارت خودت انتخاب کردی، من شروع بکنم به در واقع تفسیرش و ببینیم که چه چیزی براتون مشخص میشه. برای کسایی که این کارت رو انتخاب کردن، کائنات داره بهت دستور میده که همین الان شروع بکن. اگه میخوای تازه در واقع این فعالیت رو انجام بدی و این کار رو انجام بدی، حتما انجامش بده. زمین بازی رو خالی نکن. اگر مدتی هست که داری انجام میدی و در واقع نزدیک شدی به نتیجه دهی این کار، اصلا رهاش نکن، ادامه بده. رقبای ضعیف ترسیدن. این کارت یعنی پیروزی برای کسی که با استراتژی وارد میشه. پس سعی کن که این حجمه‌ای که وارد شده، این هیاهویی که وارد شده روی تو تأثیر منفی نداشته باشه و مسیرت رو خیلی با ثبات ادامه بده. اما برای کسایی که کارت 2 رو انتخاب کردن، این کارت نشون دهنده قدرت درونی هستش. شما الان توی دهنه یه شیر قرار دارید، اما ببینید که این نیرو با زور نیست، با آرامش هست. در واقع این کارت انرژی و زندگی هستش. این کارت میگه نباید تسلیم بشی. این بحران برای کشتن تو نیست، برای اینکه تو رو قوی تر بکنه. تو باید دوام بیاری، چون پاداش این دوامت خیلی نزدیک هست و این مشکلی نیست که به خاطرش بخوای به صورت کلی در واقع این کار رو رها بکنی. و اما کارت آخر، کارت 3، این کارت چرخه های کیهانی رو در واقع نشون میده. این چرخ داره میچرخه، هیچ وضعیتی ابدی نیست، هیچ مشکلی تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. من این کارت رو یه دوره حبس زمستونی میبینم که تا پایان بهمن ماه تقریبا ادامه داره این دوره. اما توی این کارت دقت بکنید، انرژی خورشید خیلی زیاد هست که همین انرژی نشونه شکوفایی جدیدی هست که رخ میده برای شما. سیستم های جدید توی راه هستن، راه های مالی جدیدی باز میشن. فقط کسایی که از این چرخ پیاده نشدن اون موقع سودشون رو میبرن و قطعا توی همین پلتفرم شما نتیجه کارهاتون رو خواهید دید. خب عزیزانی که با من همراه بودن، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما
کانال رو سابسکرایب بکنید که از حقایقی که در آینده قراره بشنوید جا نمونید. ما توی یه دریای حقیقتی امروز سفر کردیم. حرف آخر من این هست: ترس توهم هستش و قدرت حقیقت. یوتیوب فارسی قرار نیست که بمیره، بلکه پوست میندازه تا لایق‌ها داخلش بمونن، افراد ضعیف ازش انداخته بشن بیرون. شما امروز حقیقت رو شنیدید، حالا مسئولیتش با شما هست و اینو بدونید که با وجود اینکه مقدار در واقع کوچکی درآمدها کم شده، اما آنقدر نیست که به صورت کلی بخواید از این پلتفرم ناامید بشید. لایک شما پای این ویدیو هستش، این امضای شماست که من حقیقت رو پذیرفتم. همین الان انرژی تو ثبت بکن و توی کامنت ها بنویس که من میمانم و میسازم. بذار کائنات صدای درون تو رو بشنوه، صدای قدرت تو رو بشنوه و اصلا به این حواشی که اتفاق افتاده داخل این فضا توجه نکن و راه تو با قدرت ادامه بده. تا دیدار بعدی در مدار قدرت و آگاهی بمونید. خدا یار و نگهدارتون.